بخشید سلام دوستان، این اولین حالا ویدیو ویدیو منه قطع شد ولی دوباره که شروع میخوام میکنم در مورد یک و وصلش موضوع میکنم به همون مهمی ویدیو. الان رفتیم در توی مورد میریم توی بازی‌های اکانت کریپتویی به شما دمو بگم. تریدینگ. بچه‌ها، ببین استارت رو میزنی هیچ کدومتون بیت واقعا کوین به طور نرید مثال سراغ اینجا مثلا هیچ خیلی برنامه، خودتو بزرگ میبینی هیچ اینا بازی فیوچر مثلا در میزنم. مورد الان من کریپتو فیوچر کارنسی. میزنم با وقتی میگم برنامه یا بازی یک منظورم بیت همون کوین بازیه. اینا لانگ مثلا میزنم تو با اکس یک ماه، 100 2 ماه، 3 ماه، نگاه حتی کن. تا 6 ماه از شورت. زندگی خودتو صرف دون میکنی، شویگن. وقت میکنی، بازی میکنی، اوردرم هیچ میره. ببین اتفاق این خاصی قسمت نمیفته. یعنی ببینید تو اینجا ضرر حتی رو در حد $5 $3 هم در نمیاد. سودتو اینا بهت فقط نشون باعث میشه که تو ببین اذیت بشی، مثلا من الان مصرف $100 کنی ضرر و کردم. این چیزای دیگه. 100 برای دلار با همین یک 300 تا یک بیت کوین هم میتونید از این گذاشتم. نوع بازی‌ها دور باشید و مثلا اصلا 120 دلار باور نکنید به ضرر هیچ از نوع بیت کوین بازی زیاد این در ور هیچ اونور هم نوع نمیکنه ویدیویی. زیاد. من همه این بازی‌ها رو بالا امتحان پایین کردم، نمیشه. چندین ماه، 117 هیچ دلار کدوم ضرر. حتی یک قرون حالا به شما ببینیم چی نمیده. میشه. همینطوری وقتی به ادامه درآمدزایش میدیم. میرسید، یعنی به جایی میرسید که این باید اکانت یک من. پولو یا اون حالا ارز میریم دیجیتال بیرون رو بعداً به یک صرافی یا نگاش یک بلد بفرستی، قسمت‌های اونجا دیگر بهت رو نشونتون گیر میدم. میده. واسه بچه همین من تریدینگ بهتون و پیشنهاد میکنم حالا این برید قسمت به سراغ پیشه مثلا ولی آموزش ترید کردن. به حتی با نظر من $5 هیچ با کاری $10 با کار $15 نکنید. میتونید. ولی مهمترین چیزش همین بیت کوین. حالا بریم روی این در قسمت مورد یک موضوع نگاه کنید. در مورد این بازی‌های قسمت کریپتویی لاینشه. به شما بگم. ثانیه به ثانیه نشونه میده. این یک ثانیهشه. مثلا بیت کوین هر یک ثانیه به کجا میره ببینید. به پایین میره، به بالا میره، نشونه وقتی میگم میده. برنامه یا بازی این منظورم قسمت همون بازیه. یک دقیقه ایش. اینا این یک مثلا دقیقه هر یک دقیقه بیت کوین بالا حتی تا 6 پایین ماه کنه زندگی بهت خودت صرف میکنی، کاملا وقت نشون میکنی، میده. بازی میکنی، ببینید اتفاق این یک خاصی دقیقه نمیفته. اینم 3 یعنی تو دقیقه حالا 3 حتی دقیقه در حد بهتر از این $5 $3 دقیقه. ولی من در اکثرا نمیاد. روی اینا مثلا فقط باعث میشه که تو اذیت بشی، روی اینترنت مصرف 100 کنی ایکس و این چیزای فیوچر دیگه. بذارم یا 10 برای ایکس یا همین 5 ایکس تا میتونی من اکثرا روی 5 دقیقه این 5 دقیقه و این 15 دقیقه استفاده میکنم. حالا به خاطر اینکه من پول زیادی نمیذارم، مثلا $100 در حد $200 و در حد $300. وقتی به درآمدزایش 15 دقیقه ایشه ببخشید. به این 15 جایی دقیقه میرسی که باید دیگه پولو حالا این 15 دقیقه‌ای واسه افرادی که مثلا روزانه اونجا بهت ترید میکنن خیلی خیلی عالیه. خیلی خوب. من نگاه بهتون کن هر پیشنهاد 15 میکنم دقیقه هم یه مثلا چارت تازه به پایین یا بالا حتی با $5 میشه. با $10 حالا با این $15 مورپایش مثلا این یه ثانیه دقیقه 5 دقیقه 30 1 2 ساعته 4 ساعته 6 ساعته و تا یک هفته و یک ماه و 3 ماه. این مال 3 ماه پیش، یعنی چارت 3 ماه رو نشون میده. نگاه کنید مثلا چند سال پیش 5 6 سال پیش نگاه کنید $3000 الان شده $123000. وقتی میگم برنامه یا بازی منظورم همون بازی دستم نبود اینا که مثلا تو یک ماه، 2 ماه، 3 ماه، حتی تا 6 ماه زندگی خودتو صرف میکنی، نگاه کنید بچه‌ها اینجا چیز خاصی اتفاق خاصی نمیفته. یعنی تو چیز خاصی ولی در حد $5 $3 هم در نمیاد. اینا فقط اکانت تریدینگ ویو داشته باشید. اکانت تریدینگ ویو خیلی خیلی بهتون کمک میکنه در هر شرایطی و هر منظوری. باور نکنید بعضی اوقات هم هدیه میده. بازی ببین که مثلا $50 بکن توی اینو $10 اینا بهت میده. این اعلان ها هم که میده بهت، اعلان ها زیاد مهم نیست. وقتی به درآمدزایش میرسی این اعلاناش توش به جایی میرسی بالا بریم تو قسمت تریدینگ. باید دیگه پول یا اون ارز دیجیتال به یک صرافی یا یک بلد چارت هایی که دوست مثلا میخواد گیر مثلا همین BTC من بهتون پیشنهاد میکنم برید به سراغ مثلا آموزش ترید کردن. حتی با $5 با $10 با $15 میتونید. سلام دوستان، این اولین ویدیو منه
تریدینگ ویو میخوام در واقعا مورد یک موضوع مهمی عالیه. برید در مورد در موردش ویدیوهایی میسازم. بعدم ویدیوهای خیلی خوبی توشه. برید این ویدیوها رو با دقت نگاه کنید. البته هنوز نساختم ولی در آینده میسازم 100%. اینم کل بازاره. وقتی میگم برنامه میده که بازار مثلا بازی توی مثلا 7 روزه گذشته مثلا چقدر مثلا حتی تا 50 میلیارد دلار اومده توش. مثلا توی 90 روزه گذشته 90 روز پیش 2 تریلیون و 760 میلیارد $5 الان $3 هم در نزدیک نمیاد. 4 اینا تریلیون فقط شده. باعث میشه و بریم که تو حالش اذیت رو بشی، نگاه کنیم. اینترنت مصرف کنی مثلا و این چیزای دیگه. اولش ببینید برای 1 همین تریلیون تا داره میتونید کم از کم این نوع بازار بازی رشد دور میکنه. باشید و بچه‌ها اصلا خیلی خوب باور نکنید باعث میشه هیچ نوع بازی در که هیچ نوع ویدیویی من همه این بازی ها رو باعث میشه که چندین ماه چندین روز بازار هیچ خوبی کدوم پیش حتی بره. یک قرون به شما یعنی نمیده. ارزا کلا وقتی به قیمتش بره، ولی درآمدزایش متاسفانه میرسی، چند روزیه یعنی به کلا جایی میرسی ارزها که باید چیز دیگه شده پول و یا روند اون ارز نزولی دیجیتال پیدا رو کرد. به یک صرافی خیلی یا یک افرادی بلد دارن بفرستی، ضرر میکنن. اونجا بهت این هم گیر قسمت. میده. حالا بریم واسه تو همین ببینیم من بهتون دمو پیشنهاد میکنم تریدینگ برید به سراغ چی؟ مثلا چی هست؟ آموزش ترید کردن. حتی با $5 با $10 با $15 میتونید. سلام دوستان، این اولین ویدیو منه که میخوام در مورد یک موضوعی مهم ببین بچه‌ها هنوز توی $120 گیر کردم. 118 $119 هیچ کدومتون توی $118 و $346 هیچ من بازی در مورد دیگه به قول معروف لیپایت وقتی میشه. میگم برنامه یا بازی منظورم همون بازی. اینا مثلا تو 1 ماه 2 ماه 3 ماه حتی تا 6 ماه زندگی خودت رو صرف میکنی، وقت میکنی، بازی میکنی. ولی بچه حالا بذارید حالا یه چارتی هم واسه بیت کوین توی تو موضوع حتی در حد درست $5 $3 هم در نمیاد. اینا فقط این باعث چارت میشه که من تو با اذیت بشی، سالها و اینترنت سال مصرف من کنی تحقیق و این چیزای کردم دیگه. با آموزش برای همین زیادی دیدم. تا لطفا میتونید همینطوری از این علیکی نوع چارت بازی‌ها نکشید دور واسه باشید خودت. و اصلا ببین باور بچه‌ها نکنید اینجا به هیچ یک نوع بازی کندل در قرمز هیچ رو نوع به پایین ویدیویی. است و احتمال داره من تو همه روزهای این بازی‌ها رو آتی امتحان کردم. چندین بیت ماه، کوین به شدت چندین بیاد روز، پایین هیچ تا کدوم حدودایی حتی یک مثلا قرون به شما اینجا نمیده. صبر کنید وقتی به درآمدزایش میرسی از اینجا یعنی به تا جایی میرسی حدودای 108 که تا باید 108 یک پول ببخشید یا اون تا ارز 108 دیجیتال بیاد به پایین. یک صرافی یا یک بلد بفرستی، اونجا بهت واقعا گیر میده. این نوع واسه کندلا همین رو باید با هوش سراحت بهتون کرد. بعد پیشنهاد از اون می‌کنم قسمت برید به احتمال سراغ داره مثلا بیاد تا این آموزش حدودا ترید کردن. و حتی دوباره با $5 آل با از $10 4 سال 5 سال بار آل سیزن شروع میشه. سلام دوستان، از آل سیزن ببین نگاه کنید بچه‌ها آل سیزن بیاد دیگه پول از بیت کوین میاد بیرون و تا سقوط میکنه به پایین. خیلی هم سقوط شما بگم خفیفناکی میکنه. پس هیچ مواظب کدوم باشید که واقعا نرید سراغ هیچ برنامه، هیچ بازی در مورد کریپتوکارنسی. وقتی میگم برنامه یا بازی منظورم همون بازی. اینا مثلا تو 1 ماه 2 ماه 3 ماه حتی تا 6 ماه از زندگی خودت رو صرف میکنی، وقت میکنی، بازی میکنی، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اینا هیچ نیست که به درد شما حتی در حد $5 $3 هم در نمیاد. خب بچه‌ها نگاه کنید، اینم بذارم. اینجا ببینید بچه‌ها، اینجا زیاد چیز مهم نیست. حالا یه دوباره یه کمکی میکنم که از اول بهتون بگم چه خبر شد. نکنید به هیچ نوع ببینید اینجا دمو تریدینگ اونجا میری یاد میگیری توی قسمت. ببینید اونی که رفرال تو رفرال بیاری، هر بار که ایشون اون رفرال تو خرید فروش کنه به یه چیزی میرسه. این دیپوزیت و ویزدراو، دیپوزیت یعنی ارز انتقال میدی به خودت، ویزدراو یعنی میفرستی به کسی دیگه. پی تو پی تریدینگ هم یعنی خرید کردن. ببینید اینجا فیوچر هم هست، کپی تریدینگ. کپی تریدینگ باید بعدا روش یه ویدیو طولانی بذارم. این ویدیو آموزش ترید کردن حتی با $5 با $10 با $15. سلام دوستان، اولین ویدیو منه که میخوام در مورد یک موضوع نگاه کنید، در مورد بازی های کریپتویی به شما بگم. خب دوستان، من
هیچ کدوم تو تا یک واقعا دقیقه نرید دیگه سراغ این ویدیو رو هیچ برنامه به اتمام هیچ میرسونم، بازی چون در مورد دیگه داره زیادی کریپتوکارنسی. طولانی میشه. وقتی میگم ولی برنامه حالا یا بازی اینطوری منظورم شد. همون این بازی. آوا اکس هم بچه ها مثلا ارز تو محبوب یک ماه، من دو آوا ماه، اکس سه ماه، است. حتی تا 6 ببینید ماه حالا وقتی زندگی ویدیو رو خودت نگاه صرف میکنید می‌کنی، این وقت آوا اکس می‌کنی، هم بازی یه می‌کنی، نگاهی بهش هیچ بندازید. اتفاق خاصی نمیفته. واقعا عالیه. یعنی یه تو ارزیه که حتی در حد یه تحلیلی هم در $5 موردش $3 هم در بکنم. ارزیه که اینا احتمال فقط داره توی باعث این میشه که تو اذیت بشی، بولران اینترنت مصرف خیلی کنی خیلی خوب و این پیشرفت چیزای کنه. حالا دیگه. ببینیم تا برای همین چقدر هم بالا تا رفته، تا می‌تونید از این 147 نوع دلار هم بازی‌ها بالا دور رفته. باشید و اصلا احتمال باور داره تا نکنید به بالاتر هم هیچ بره. نوع بازی در هیچ نوع آره ویدیویی دوستان، این من حالا همه بذاریم بازی‌ها روی رو امتحان نذاریم روی کردم. 3 ماه، چندین بذاریم ماه، روی 4 چندین ساعت. روز، هیچ کدوم حتی ببین توی یک 4 قرون به ساعت چه شما کندل نمی‌ده. زیبایی وقتی زد به و درآمدزایی احتمالاً می‌رسی، ادامه این کندل یعنی میره به جایی بالاتر می‌رسی بالاتر تا که باید 26 یه و پولو 25. یا اون ارز دیجیتال رو به یک بچه ها، من صرافی خوشحال یا یک شدم که بانک باهاتون بفرستی، صحبت کنم. اونجا ویدیوهای بهت زیادی دیگه میذارم در گیر مورد میده. بایننس، واسه بایبیت همین و من صرافی های بهتون دیگه پیشنهاد میکنم برید با به بهتون سراغ آموزش مثلا میدم که چطوری آموزش باهاش کار ترید کنید. کردن، حتی با $5 روزتون با خوب $10 و با همیشه $15 سلامت میتونید باشید. چیز کنیم، صحبت کنیم و بهتون آموزش اینو بدم که چطوری با OKX کار کنید. و قبل از این که من در ویدیو قبلی چارت بیت کوین رو کشیدم، ببینید تا حدودی واقعیت داشت. نگاه کنید، ببینید داره همین قسمت رو حرکت میکنه. البته این مال، تا بریم تو قسمت 4 ساعتش نگاه کنید. گفتم که به بالا حرکت میکنه و حرکت کرد. و بریم تو قسم 1 روزه. این چارت بیت کوینه و به زودی تا پایین تر هم میاد. حالا در مورد OKX صحبت کنیم. بچه نگاه کنید، اول میریم اینجا بالا. من توضیح نمیدم که چطوری ثبت نام کنید و اینا، ویدیو زیاده. میخوام در مورد این که چطوری بخرید و بفروشید و این چیزا صحبت کنم. نگاه کنید دوستان عزیز، اینجا مثلا نگاه کنید، این فیوریتیه که هر ارز دیجیتالی رو که میخوای میتونی اونجا قرار بدی. به طور مثال داگز، حالا من چون بیت کوین و لات و آوا اکس و آوا ای و همستر و و اینا فیوریت من بودن، من اینا رو گذاشتم. این ویلو من قبلش هم یه نگاهی بکنم. نگاه کنید، بهترین ارزی که من میشناسم. حالا نگاه کنید، بریم این قسمت. ببینید اینجا تو قسمت جستجو هر ارزی رو که بخواید میتونید بنویسید. به طور مثال من بیت کوین رو میخوام، BTC رو بنویسید. ببینید اینجا اولین دانه اگه میخواید که توی فیوریت شما قرار بگیره، اون قسمت ستاره هست، ببینید میزنید که زرد بشه. وقتی زرد شد این قسمت میره تو حالت فیوریت شما. حالا آموزش اینو بدم. ببینید اگه بچه ها این حالا چارت 1 روزشه، نگاه کنید. اگه میخواید بخرید یا بفروشید هر ارزی رو، ببینید ترید میره تو قسمت ترید. ببینید اینجا اینو میزنی مارکت اوردر. نگاه کن، مارکت اوردر، این لیمیت اوردر رو میزنی میاری تو مارکت اوردر. بعد مثلا به طور مثال میگی من $1000 میخرم. بعد قسمت بای رو میزنی، همونجا یه راست میتونی بخری. حالا قسمتی میریم سل، فروشش، همین مارکت اوردر رو میزنی. به طور مثال 1000 تا بیت کوین داری، با $1000 بیت کوین داری، سل رو میزنی که میفروشی. حالا من هیچی ندارم. بله دوستان، این قسمت هات ارزهای دیجیتالی که روزانه خرید و فروش بسیاری توش میشه نشون میده. این جنریس ارزایی که توی اون روز پامپ خوبی کردن، از دل پامپ عالی توش کردن. الان کتی و اینا پامپ خوبی کردن.
حالا بریم توی قسمت نیو. این قسمت نیو ارزهایی که مثلا تازگی‌ها توی OKX لیست شده. توی OKX بعضی ارزها لیست میشه، خیلی دیر لیست میشه ارزهای دیجیتال توی OKX، ولی خوبه نسبتا با بقیه صرافی‌های دیگه بهتر. ببین این قسمت مارکت ما زیاد باش کاری نداره، این اکسپلور هم اصلا باش زیاد کاری نمی‌کنه. این اساس ببینید توی این قسمت شما ارز دیجیتال و پولتون با USDT معلومه. اون فایندینگ و تریدینگ ویو رو زیاد کاری باش نداشته باشید. اینا ارزایی که مثلا من دارم، نگاه کنید ارز ماشاءالله ارز زیادم دارم. ببینید بچه، حالا میخوام قسمت فیوچر رو نشونتون بدم. فیوچر یعنی مثلا x10 x20 x30 میذاری روش و یک ارز دیجیتال خوب ازش در میاد. نگاه کنید. حالا من میرم توی این قسمت. این حالا چارت کشیدن. اول چارت کشیدن رو نشونتون میدم بچه ها. ببینید این چارت کشیدن باید خودت آموزش هایی ببینی توی یوتیوب، توی این ور اون ور، همینطوری الکی نیست. حالا من کلیر رو بزنم پاکش کنم، این قسمت پایین چشم بزنیم میتونی پاکش کنیم. ببینیم به طور مثال اون علامت بالا رو میزنی، اینو میزنی دیگه. ما به طور مثال میگی اینطوری میاد پایین، بعد دوباره همینو میزنی و میگی مثلا از اینجا میاد بالا. واسه خودت چارت بکشی اگه دوست داشته باشی. به طور مثال اینطوری چارت میکشی. حالا این زیاد به فکر کنم به درد شما ها نمیخوره. حالا بریم قسمتی که توش هست که بهش میگن فیوچر. اگه اون پایین رو نگاه کنید گرید فیوچر آلرتس، اون قسمت فیوچر رو نگاه میکنید. فیوچر خب همین مارکت اوردر رو میزنی. ببین اینجا نگاه کنید مثلا $100 میذاره، $1000 میذاره. ببینید میگم لونگ تمام پولامو میذارم مثلا 1000 تا. ببینید اینجا اگه کلوز بخوای بزنید اینو انتخاب میکنید. اگه لونگ بخوای بزنید شورت و لونگ بخوای بزنید اینو میزنید. البته بچه ها هم من چون ریسکی هم 50x میدم، شما x3 و 5 و اینا رو اکثرا انتخاب کنید. حالا واسه اینکه شورت انتخاب کنید اینو بزن، اینو انتخاب. ولی بچه ها اصلا پیشنهاد نمی کنم، این شورت و لانگ خیلی خطرناکه. مواظب باشید اصلا نزدیک این نشید به هیچ عنوان. حالا نگاه کنید بچه ها، اینجا قسمت پروفایل من. ببینید اینجا دیپوزیت و ویزدرا اینا. اگه میخوای ارزی رو ویزدرا بکنی یعنی بفرستی به یکی دیگه، به طور مثال میخوای USDT رو بفرستی، ببین اگه از OKX به OKX دیگری باشه تو به راحتی میتونی بدون هیچ فی بفرستی. ولی بخوای از OKX بفرستی اکسچنج اور والت دیگه، همینو میزنی مثلا TRC20 اتریوم. حالا ترون جدیدن خیلی گرون شده، اپتیموس و آوالانچ خوبن با تون. اینا کارمزد خیلی خیلی پایینتر و کمتری دارن و سریع هم ارسال میشه. ویزدرا هم ببینید، دیپوزیت هم اگه بخواید از یه جای دیگه بفرستید مثلا USDT ترون رو انتخاب میکنی و این کدشه میتونید بفرستید از زمانده اینطوری. اینجا قسمت سیمپل ارنشه. اینجا مثلا میتونی به طور مثال چیکار کنی. مثلا به طور مثال سونیک، ارز سونیک تو میری ارز سونیک و مثلا 1000 تا 10,000 تا ارز سونیک میذاری، با مثلا توی یه ماه 365% سود بهت میدی. خیلی بالاست، خیلی خیلی بالاست از دلم. حالا میتونید این کارو بکنید. حالا این بریم تو حالت
دمو تریدینگ. این دمو تریدینگ حالا بهترین راحله که بهتون نشون دادم. حالا بیت کوین ببینید تا بیت کوین واسهتون ترید کنم. الان من میخوام 3000 دلار. دوستان این چارتیه که تقریبا حدود 3-4 روز پیش کشیدم. تو تصویر که میبینید تقریبا همون شکلی در اومده. تازه بهترم. حالا میخوام یه چارت دیگه واسهتون بکشم از اون محبته چی میشه و چی نمیشه. الان بهتون نشون میدم. از اینجا این رو نگاه کنید. از این قسمت میزنه به پایین تر اینجا. بعد از اینجا دوباره یه قسمت پایین تر میره تا حدودای 107. ببینید از اینجا به بعد یه پامپ میکنه به بالا. ببینید از دلم از اینجا اینجوری دامپ میکنه. این چارتای 4 ساعته است. از اینجا هم به سوی 100 تا 112 میره. این چارت رو یادتون باشه. بعد از اینجا میاد پایین تا اینجا. اینا چارت هایی که تا حدودی. ببین دوباره از اینجا میاد اینجا تا 110,000. احتمال داره پایین ترم بیاد. ولی بعد از این پایینی که تا این حدود رسید، ببینید تا این حدود رسید، احتمال داره یه پامپ به شدت قوی بکنه تا اینجا. ببینید تا اینجا، یعنی تا حدود 114,000. ولی از اینجا به بعد میتونید شورت بزنید بیاد به پایین تر، چون این دیگه این آخرین حدشه و همینطوری به پایین و پایین تر میل. حالا ما میریم به قسمت. حالا میخوام یه چارتی هم واسه پای بزنم. این چارت پای کجاست؟ داروینگ. یه لحظه دوستان. خب اینو پاک میکنیم. ببینید بچه ها چارت پای، ببینید از دلان دیگه از این قسم تا این حد دیگه پایین تر نمیره. ببینید از اینجا، ببینید دیگه اینطوری میکنه. همینطوری ببینید اینطوری به بالا سعودی پامپ میکنه. احتمال داره موقع پامپ کردن دوباره بیاد پایین 1-2 روزه، ولی باز همینطوری به بالا میره. همینطوری به بالا، به سمت بالا حرکت میکنه تا چی؟ تا میرسه به 70 سنت، 65 سنت. حالا ما 65 رو میذاریم، ولی این میاد پایین تر از این قسمت هم ببینید. چرا عوض میشه؟ خب دوستان همینطوری به سمت بالا حرکت میکنه. ببینید اینطوری، ولی احتمالش خیلی زیاده تا تا $1.40 هم برسه. یعنی از این حد تا 43 چون اینجا یه چیزی هست. ولی این حالا بذارم واسهتون تعریف کنم. این یه چارت
حالا چارت همشون واقعی که نیستن، ولی خدا وکیلی اینی که من میذارم عالی. این چارت واسه افرادیه که تا حدودی پول‌های یا پای نتورک دارن توی حسابش. ببینید آره از اینجا این بالا حرکت میکنه 1.73. امیدوارم چون قبلا هم این حرکاتو کرده $3 رسیده، $1.67 رسیده و این بارم به این عدد میرسه. حالا من میخوام یه چای واسه افرادی که چیز دارن، نات کوین دارن بذارن. ببینید این نگاه کن، این ارز دیگه تا این حدود میاد و از این حدودم اینطوری تکون میخوره. این دیگه یه ارز مرده است. اوج پامپ کردنش 20% و 15%، وگرنه هی به پایین و به سمت پایین حرکت میکنه. نگاه کنید اوجش تا اینجا برسه. از این بیشتر نمیرسه. این ارز اینطوریه متاسفانه، این اینطوری. نگاه کنید چارت 4 ساعتش اینجا تا 1 سنت هم رفت بچه ها. 1 سنت بعد اومده پایین، دوباره تا حدودای 1 سنت دوباره اومده. همینطوری بالا پایین کرده لامصب. بهترین چیزی که از این ارز گیرتون میاد باید اون اوایل میفروختین. فکر نکنم دیگه درد این بخوره بخرید و یا پولتون رو 3 برابر کنید، ولی یه احتمال خیلی خیلی کم وجود داره تو چند ماه آینده که این ارز از اینجا تا اینجا پامپ کنه، یعنی حدودای 2 برابر بشه. ولی از اینجا مثلا تا اینجا هم رفت، از اینجا به بعد دیگه باید خداحافظی کنیم باش تا حدودای اینجا هم میرسه. این ارز اینجوریه، مثل بیت کوین یا پای یا ارزهای دیگه نیست. خب حالا بریم چند تا بازی قشنگ رو نشونتون بدم که بهتون ارز دیجیتال میده. این بازی ها هستن، نگاه کنید. بعضی هاشون تبلیغات دارن، بعضی هاشون ندارن. حالا ببینیم چی میشه. اینجا من 160 ساتوشی دارم. ببینید اینجا باید با ارز ZBD، یعنی والت ZBD ارسال کنید. اینا رو بیارید اینجا میزنید. متاسفانه این بازی اصلا کار نمیکنه. خیلی قشنگه این بازی. حالا بریم بیرون. پرشین. حالا انگلیسی بزنم کانکت. ببینید این بچه ها، این چیزی که میبینید، این برنامه‌ای که میبینید خیلی بهتون کم میده. اصلا درد نمیخوره که
روش سرمایه گذاری کنید یا اصلا وقتتون رو تلف کنید. واقعا میگم این برنامه خیلی خیلی مزخرفه. یعنی الان نگم مزخرف، یعنی واقعا درد هیچ چیزی نمیخوره. خیلی کم بهتون ساتوشی میده. حالا خودتون میدونید، تبلیغات نگاه میکنید شاید یه سالی $5 $4 بهتون میداد، از این بیشتر نمیده. حالا ببینیم این چیه، این برنامه چیه. اینا برنامه هایی هم که روزی مثلا 50 تا ساتوشی، 100 تا ساتوشی در این حد بهتون میدن. حالا ببینیم این چی شد. خودش داره میره. از این برنامه میتونی نگاه کنی چقدر مزخرف. تبلیغات هم داره. ما ببینیم تبلیغاتش چیه و چی کار میکنی و از این حرکت. بریم مرحله بعد. بهتون 3 تا داد. این برامون 3 تا داد. این کلیمش کنیم. خدایی نمیدونم بعضیا چطوری با این برنامه ها درآمدزایی میکنن. ببینیم اصلا چه خبره. اوکی، قسمتشه. اینو باید با جیمیل ثبت نام کنیم. حالا این 2 تا برنامه هم کریپتو ماینر هم هست. این برنامه. حالا بریم این قسمت از این برنامه.
برنامه‌های خوبی نیست این برنامه، تقریبا هیچی نمیدم بهتون. حالا چیزی هم بدن به درد هیچی نمیخوره متاسفانه. حالا ببینیم چی میشه. حالا ببینیم اسپینه چیه. ببین خدایی نگاه کنید. You get take. اصلا هیچ. برنامه‌های مزخرفیه. ببین میریم همون قسمت بیت کوین چارت آیس بدیم. ببین بچه‌ها این بهترین چیزی هستن که بهترین چیزی هست که این بر آیس، این ارز دیجیتال اصلا خداست. من عاشق این ارز دیجیتالم. ببین اصلا هر چارتی بذاری، ببین این ارز معمولا تا 40، البته بیشتر هم میاد. بیا تا بهتون بگم. الان بهتون خبر میدم. این ارز تا حدودای 30 میاد، 30-40، ولی بعد از پامپی میکنه تا این حد. عجیب این ارز. حالا بهتون نشون میدم. ببین اینجا نوشته 2027، اینجا تا 208 اومده، یعنی 4 برابر. اینجا رو نگاه کنید تا 205 بوده 1013 اومده. اینجا نگاه کنید بچه 204 بوده تا 209 تا 10 اومده، یعنی 2 برابر 3 برابر. این ارز واقعا من عاشقشم. یعنی اگه دوباره بیاد روی مثلا 204 203 من ازش بیا $500 میخرم. خیلی جذابه این ارز. حالا من اینو پاک کنم. حالا یه چارت بذاریم. ببین بچه‌ها این ارز احتمال داره همینطوری پایین بیاد تا این حد، ولی دوباره یکم بالا بره به خاطر شرایط، یکم اینجوری بالا بره. آره ولی بعدش دوباره همون حد میاد پایین. تا اینجا میره، ولی اکثر اوقات این ارز 2 برابر 3 برابر تا 4 برابر میشه. من یه بکشم. این همیشه میره بالا، یه دامپ کوچیک میکنه، دوباره میاد تا این بالا، دوباره از اینجا بگم اینجا تا اینجا میاد، بعد دوباره پامپ میکنه تا 80. این از کارش اینه، دامپ میکنه پامپ میکنه، دامپ میکنه پامپ میکنه. نمیدونم حالا چه وقتی همه دوستان بهم زنگ میزنن این ارز اینجوری. حالا این یکی از ارزاییه که واقعا دوست دارم بچه ها بخرن، اسمش آیسه. آیس خوبه. این یکی ارز، این یکی دیگه از ارزهای مورد علاقمه، واقعا دوستش دارم، عاشق این ارز هستم. نگاه کنید چندین بار از 2011 به 2038، یعنی اینا چندین برابر میشن. چندین بار به 208 رسیده، به 1015 رسیده. اینا 2 برابر 3 برابر میشه. 208 تا 39 آخرین بار به 30 این رسید. احتمال داره دوباره بیاد تا 208 و 2010 و اینا. بعد از اون دیگه دوباره بلند میشه به اون قسمت هایی که گفتم. ولی حالا آیس ولو این دوتا ارز محبوب منم، واقعا دوست دارید برید بخرید. ولی تو چه قیمتی بخرید؟ هر دو آیس رو توی 203 و 4، ولو رو توی 208 و 9 و 01 بخرید. واقعا عالی است. اینا بجز سود هیچ دیگه اینه.
اینم از برنامه امروزمون، ویدیو امروزمون. ببینید چارتشو قبلا واسه خودم کشیدم که سود خوبی داده به از این ارزها چندین هزار دلار درآمد داشت. حالا ببینیم چی میشه. خب خوشحال شدم دوستان که باهاتون صحبت کردم، از دوستانی که از کانال تلگرامی من به اینجا اومدن. خب شب و روزتون بخیر و سلامت باشید.